سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین. آقا امروز ویدیو دارم. میخوام درست کنم برای استن. یه بیشرف اینجا داره منو میخندونه، الان میگیرمش. گولو میبینی؟ آره گامشا کسافت. بچه‌ها آماده باشین که داریم میریم استم. خدا بده برکت. سلام کار. شما زدم سنم اومده پایین. مرد باید ما همیشه خیلی حرف خوبی رو بهم میزد ولی من هیچ وقت گوش نکردم. الانم نمیدونم. اولین سرویسمون کبابیه. کبابی داشتنده حالا هر خیلی موقع دهمی هست. سلام عزیزم. سلام باکس بابا. باکس رو کبابی رو برداریم ببریم برای کامیابلی عزیز. البته امکان ریزش داره، اینا رو بد میبندن کسافت رو اینجوری که بذاریم نه کمتر بگیم. Let's go. ببین آدم بیشور به این آقای عزیز میگن نه گوشی دستم من نمیدونم کلاچ بگیرم یه توف میدونم ما خیلی باشور یعنی بعضی ها واقعا سرویس اولی رو تحویل دادیم. سرویس دوم هم همینجا. زنه یهو پیشید جلو، منم توف انداختم رو ماشینش. شانس دادن اینجا آسفالتم خرابه. درست خراب میکنم. به سلامتی اینم شیرینی داداشم شهربانوی عزیز. بریم بگیریم. سیکشو بزنیم. الهی با نمنده های کافرت. شهربانو نگاهیدم. دوباره نخوابیدم. افکار پریشون. اینم میره تو باکس و let's go home. بچه ها اصلا و به هیچ وجه خلاف نرید. اونم من یه گوشی دستم، یه دستم هم به فرمونه، نمیتونم کلاچ بگیرم به قول گفتنی. بعد باید حواسم به روبرو باشه، یهو تو کوچه نپیچم بیام جلو. و خب معمولا خیلی دور بود. بچهای اسنپ یا کسایی که مثلا پیکن همیشه خلاف میرم و واقعا کلا خیلی خوبه. الان این کسخله داشت منو میزد اگه بوق نمیزدم. به سلامتی رسیدیم و موتورم یه قفل زدیم. بریم بلوک 9 طبقه چند بود یادم بذار بریم تو آسانسور باشم. بعد یه لحظه آسانسور از پایین باز شه. بیا برم پایین. خیلی بده. بین این همه ترس مثلا این کلیپ داری یا گوشی بیفته مثلا تو همون پایینش خیلی بده. بریم سالارم باز کنیم. روحم میزنیم. نه منو ببین آقا، واقعا حوصله‌ام سر رفت. خسته شدم. وقتی به این فکر کنم شب باید برم بعد اینا رو ادیت کنم. گرگ سفید رو اینم رسوی خداوند، اینم الهیه پیداش شد. درش بازه دست زمینش بزن. خسته شدم. من تو کل زندگی مصرف کردم منم اینا خدا ماشاءالله همشون رو بستر انجام میدم. اینقدر زنگ زدم جواب نداد. زنگ گوشی شد زدم جوابمو داد. بهم گفت بیار طبقه دوم. گفتم با دوم نمیصرفه، این تازه طبقه سوم آسانسورش. گفتم بذار پلا برم. رفتم بالا دیدم شد دوم. همین که در زدم بنده خدا اومد. البته لازم هنگ کردم گفتم کدوم اومد، دیدم نه با 17 دیگه و روبرومه دیگه، چون یه سرویس دیگه قبول کرده بودم زده بودم پایین سفر. آقا اینجا دست پسره، اونجا اون یکی پسره بود. سک پاک سرت لوات کن. پشمام ریخته بود سرشون. اون پسره بزرگتر بود از این یکی، داشت این یکی رو چیز میکرد دیگه. بالاخره آقا به قد و سن و اینا هم نیست، بالاخره قیافه‌شون هم داشتن. اتفاقا نمی‌خواستم بی‌آبرویی کنم. اینجا اومدم منتظر این بنده خدا شدم بیاد و آخرش هم 120 کار کرد.